بیا تا بهت بگم. امروز اومدیم خونه یکی از مشتریامون، ایراد دستگاهی که داره همش میگه پایین شوی فریزرم مثل این خانوم یخ جمع میشه. ببینید این یخ‌های داخل فریزر دستگاه هست. شما کافی اول دستگاه رو از برقی که چیزی که می‌کنی این پیچ‌های این قسمت‌ها رو باز می‌کنی. پیچ‌ها که باز کردید این محفظه رو می‌گیرید، خیلی آهسته می‌گیرید به سمت خودتون می‌کشید. این قسمت اواپراتور دستگاهی که هر 4-5 ساعت یک بار روش یه برفکی ایجاد میشه، چون سرما درست میکنه برفک ایجاد میشه. این برفک توسط المنت آب میشه، میاد این قسمت که یه سوراخ داره بهش میگن لوله درین، از این پایین تخلیه میشه. این قسمت رو آب جوش میریزین به همین صورت، قشنگ این قسمت رو آب میکنید، یخا رو پاک میکنید. این قسمت ما یه مقدار شلنگ کولر یا شلنگ ساید نیاز داریم. این پایین اگر نگاه بکنید یه سوراخ هستش که زمانی که این برفک ها آب میشه از این سوراخ آب میره روی سینی موتور ما و از اون زیرم بخار میشه. این شلنگ رو به این صورت از این سوراخ ما رد میکنیم میره داخل به صورتی که مسیر باز بشه و انتهای شلنگ رو یه فوت میکنیم. همونطور که ببینید مسیر آبریز شما باز شده و کار دستگاه شما تمام. و به همین صورتی که باز کردیم به همین صورت دوباره قطعات رو سر جاش میبندیم و محکم میکنیم. با امید دیدار.